باش که سلفی استیک ما کمک جره بسیار است. خب باش صورت امید میکنم که جور صحتمند باشین. تشکری میکنم که در برنامه آمدین. موضوع بسیار مهم و خاص. ما دمی چند روز میبینیم که صفحات مجازی یا خصوصا تیک تاک بیروبار زیاد از قصه های نو است، بدنامی های نو است، بیزتی های نو است و هر روز ادامه داره. از این خاطر وقتی که من میبینم که حالت زیاد خراب است، مجبور میشم که ما هم بر ازمی مردم خود بر ازمی صفحات مجازی وقت بگذارم و برنامه نشر کنم تا مردم خود آگاه بسازم. شروع میکنیم از سر رونا. شما همه گیتان از امرای ما و امرای برنامه ما آشنا هستین که تقریبا 3 سال پیش ما آمدم برنامه نشر کردم بر رونا. اولین برنامه ما ای بود که در سر سرک رقص و بازی میکنه، شوهرش برازی چک چک میکنه. ای کس یک زن فحاش، یک زن روسپیس. لطفا ایره حمایت نکنین، فالو نکنین و با این زن شما دل نسوزانین. اکثریت شما آمدین و از ما خواهش کردین که آقای ملک همی زن که از 4 دانه طفل داره، 2 تایش معیوب است و در زندگی خود بسیار مشکلات ها را دیده، لطفا امیر معاف که غرض نکی. و ما همیشه از اینکه پرسان کردیم که چرا این کارا را میکنی، چرا رقص و بازی میکنی در سر سرک، در داخل خانه خود نه، در سر سرک. میگه که وقتی که من میرقصم احساس خوشی میکنم. باز در جواب هموطنان خود من گفتم اگر رقص بر عزیزان روسپی، فحاش، پدرنالت کنچینی احساس خوشی را میده، خود ضرور نیست که ریکارد کنه یا ثبت کنه از طریق تلفن یا کامera، بازور ادیت کنه، باز در تیک تاک بره او را اپلود کنه و برای ما به نشر برسانه. خب میتونه که مو رقص با لباس یا بدون لباس، مثل که حال به عزت و بیابرو شد یا از اول عزت و آبرو نداشت، بدون لباس یا با لباس پیش روی شوهر خود هر رقمی که خواسته باشه در داخل خانه خود برقصه، اما احساس خوشی خود حاصل کنه. خودش هم خوش، شوهرش هم خوش، خدا و رسول هم خوش، ما هم خوش. اما نه، این ملت، این مردم که از ملت گوسفندی است، مردم خواب برده است. هر شخص که آمد بالا یا کلاهبرداری میکنه و این مردم میگه او ولی ما بازی خوردیم. بار آینده متوجه میباشیم، بار آینده باز یک نفر دیگه اینا را فریب میده. حتی لیلی و مجنون که 2 دانه روانی پدرنالت آق پدر مادر است، حتی اونا آمدن بالای این ملت کلاهبرداری کرد و از جیب از جا پول کشید، شیر و پلنگ جمع کرد. ما از مردم چی توقع داشته باشیم؟ از این آدمای فحاش چی توقع داشته باشیم؟ از این آق پدر مادر بی‌ناموس طایفه رذیل ما چی توقع داشته باشیم که یک زن فحاش، یک مرد فحاش باز اینا بر از گفت میزنه و حمایت میکنه، چک چک میزنه و یک تعداد از شما پدر نالتا، شما با مادرتان نالت، با مو شیری که شما خوردین لعنت که دمیزیل لایفایز یا میرین بر از چک چک میکنین، خنده میکنن و اتو فکر میکنن که اینجا ساعت ما تیر میشه. نه، شما پدرنالتا در این جرم شریک هستین. امروز رونا در یک حالت رسید که لباسای خود از جان خود میکشه در پیشروی کامera، در پیشروی تلفن. بعد از 3 سال بعد ببینین وقتی که ما یک چیز پیش بینی میکنم، باور کنین که میفهمم. یک انسانی که پیش بینی کنه و او گپش به حقیقت تبدیل نشه، به این معنی است که آدم اشتباه روان است. شما میبینید دمی چند ساله که ما هر باری که پیش بینی کردیم بعد از یک مدت زمان به حقیقت تبدیل شده. ما در یک برنامه درباره رونا گفتم، حتی قسم خوردم، کلمات تیر کردم، گفتم یادتان باشه یک روز اینمی زنکه فیلم لو چشم برای، اگه یادتان باشه. قسم خوردیم گفتیم لا اله الا الله، شما یادتان باشه امروز صبح 1 سال بعد 2 سال بعد فیلم لوچ رونا مبرای و امروز فیلم لوچ رونا برآمد. آیا من خوش هستم؟ هرگز نه. چرا؟ والله که دشمن من باشه، یک ماده است، اگر زن نگویم یک ماده است، از کشوری که به نام افغانستان است، از یک توته زمین که به نام افغانستان است، از امو کشور است. اما ما دشمن از یاستم؟ نه، به طریقی که ما گپ میزنم اینا تو فکر میکنن که ملکارون دشمن ماست. اگر نر از یاست یا ماده از یاست و کسایی که سر از این ماده ها مردگوی میکنه که در پولیس استاد میشه که از جا که گیم میزنه به نام مرد، اینا هم مگیشان بالای زنا، حالا نام زن میگن، بالای این ماده ها تجارت میکنه. اما ملکارون این کار نمیکنه. دشمن از یا اونمو کسایی که سر از جا تجارت میکنه، پول پیدا میکنه. ملکارون دوست از یاست، میگه او کنچینی، او فایشه، او پدرنالت، نکو تن فروشی، گیم نزن، رقص بازی نکو، ملاق نزن، کونت بالا نکو، خشتکت لنگت نشان نته. تو یک زن افغان هستی، تو یک مادر هستی، صاحب 4 اولاد هستی، زن 1 نفر هستی، سنو 1 نفر هستی، خواهر 1 نفر هستی، زن بیادر 1 نفر هستی. یعنی یک زن یا یک مرد چندین رابطه می داشته باشه. نکنین به لحاظ خدا. اما ملکارون خود دشمن است.
او ملک هارون زن ستیز است، ما را نمیمانه که ما ساتیری کنیم، ما را نمیمانه که ما خوش باشیم. کدام خوشی پدرنالتا؟ شما خو که مین فقط مردم فریب میتین که ما به خاطر ساتری و به خاطر خوشی خود میم، اما در حقیقت شما خو کلتون پشت پول مین. امیر رونا در استرالیاست، بهترین کشور، دولت کمکش میکنه، بر اولادای میوبش پیسه میده، شوهر مردگه و زیمیر در جای کار میکنه و دیوس این زنکه خود تمام روز در گیم است. گیم چی است؟ هر کسی که میگه که گیم ساتیری است پدر خود نالت میکنه. اگر نرش است یا مادش است، کل از یا کسان آدمای فحاش بی غیرت و بی ناموس هستند. گیم یعنی گدایی. وقتی که گفتار پیدا میکنی به این معناست که اگر زن هستی شوی پیدا کردی، اگر مرد هستی یک چی میگه یک ککو پیدا کردی، تو برازو یک بچه بیریش هستی. مرد که ما از مرد سواد این نرا، شما نرایی که میگن ما از خود گفتار داریم و نامش هم میگن افتار، میگن شما گفتار ندارین، شما هم شوی دارین، شما را ما در جمع نر تا جمع مرد حساب نمیکنیم. شما زنچواستین، ایزکاستین که یک مرد دیگه شما را در پای خود نگاه کرده و بر شما گفت میزنه، باز برش سلامی میزنی که جانم هستی، که جیگرم هستی. سبا روز یک دفعه کون لچ شما نبرای مثل رونا آوره. او بیناموس طایفه، شما خواستم سه دکان مردگوی را باز کردن در صفحات مجازی. ملک هارون که میگه با سر مردم بعد میخوره، آقای ملک از الفاظ رکیک استفاده نکو، کدازیو با خوبی صحبت کو. او هموطن عزیز، رسما مردگوی تجارت بالای نر و ماده شروع جریان داره در تیک تاک. شما مرا میگین که ما الفاظ خود درست بسازم، اینا باید از عمل خود درست بسازن. امروز دختر بچی شما، دختر بچی افغان فیلم سکسش مبرایه، زن افغان فیلم سکسش مبرایه، جان لچش مبرایه، آله تناسلی خدا نشان میده، نر و مادهشان معلوم نیست، کلشان پشت پیسه ایمان خدا فروختن. اینمی زن کنچینی پدرنالت هم گفتم نکو رقص بازی در سر سرک، نکو فحاشی، نکو بیزتی، نکو بیابری. یک زن افغان هستی، با شوهرت احترام داشته باش، با اولادت احترام داشته باش، با خود احترام داشته باش. اینمی کنچینی نامد گریان نکد که مرا پدر مادرم یا اعضای فامیل ما کرده. به خاطر چی که میگه تو در صفحات مجازی استی، با هزاران مردم گیم میزنی، نام ما را زیر پای کردی، نکمی کاره. فقط یک خور یک بدرش کدش گپ میزنه دیگه کل گیره آق کرده. با وجود از اینکه فامیلش آق میکنه، امرایش ناراحت است، بازم میمه در صفحات مجازی چی میکنه؟ گیم میزنه، ملاق میزنه، کونو خدا بالا میکنه، خدای طرف لوت میده، خدا اون طرف لوت میده. اینا اصلا در قصه فامیل نیستن، در قصه اولاد نیستن، در قصه ذات آبرو نیستن. امروز که فیلم لچ از پدرنالت فاحشه برآمد، آل گریان میکنه، میگه شما از یک فیلم ما چی جور کردین؟ چی جور کردیم؟ خود تو پیشروی تلفنت در برنامه که تو گیم میزنی که جزاییستی لباس تا میکشی، لباس تا کشیدی، بیادبی ما فکته از او پستانای جلنبو که رقم کشال است، تاریخ تیر شده، قوارزی کنچینی پدرنالت سایکو خیانه برای تو دیگه چی مان؟ فیلم لچ تو عکسای تو در تیک تاک و در دست بعض از تیک تاکرها رسیده، چرخک میزنه. خیانه برای تو چی مان رونا؟ آیا تو واقعا میشرمی، خجالت میکشی، توبه میکشی، تیک تاک اعلام میکنی، میری با عزت و بابرو زندگی میکنی و میگی که از من اشتباه سرزد؟ نه، تو خود کنچی نیستی. از همین طریق دیگه نال تو خود برای گفتارا نشان دادی، امو گفتارایی که واقعا تشنه و گشنه است، اصلا به خود احترام نداره، شخصیت نداره، چی میکنه بر تو؟ زنگ میزنه، بعد از تو در واتساپ که از او سکس کال میکنی. خیلی کار شما میکنین. او ایلینا که در لایف باز مال ویدیو رو نشان میدم، ایلینا که در لایف شده، ایلینا کیست؟ ایلینا هم یک زن فاحشه روسپیست، صاحب یک اولاد است، شوی درک نداره، بسته آلمان گفته یک تعداد از زلمتان ما سیر کرد، هر مرد که طرفش شمک کرد رفت کدش خو شد. یک فاحشه رسمی است، یک تن فروش. در پالوش او دیگه بهار که در کانادا است، یک فاحشه روسپی، یک جنده. حالا من براتون ویدیو را نشان میدم که وقتی که یا به عزت و به آبرو میشن، باز چطور با احساسات مردم بازی میکنه. آیا ملک هارون دشمن شماست؟ نه، من رو راست میگم، تلخ میگم، تون میگم که تا شما هوشیار شوین. اینمی زن یا دختری که در تیک تاک آمد و در دنیای گیم داخل شد، من برات میگم امی گپ خوار ما افسون الماس دنیام گفت اینجا هر زنی که داخل میشه گیم زدن شروع میکنه، تو رسما جسم فروشی میکنی با شمول خواهرش. حتی خودم گفت ما کسیم تن فروش هستیم، به خاطر که ما پشت گفت میگردیم. انال یک مرد یا یک بیناموس، ما نام مردم یک بیناموس که برای جا گفتر میشه، چرا برای جا پول خود روان میکنه؟ به این خاطر برای جا پول روان میکنه که بعدن که جا سکس کال کنه، یا ایست که بعدن که جا سکس کال کنه، یا ایست که بعدن که جا سکس کال کنه، یا ایست که برای تو مفریب میته با فیلتر و با آرایش. چیری اصلی پدرنالت خونی رقم است.
سن سال زیر بیبی، صاحب 4 تا اولاد، شوهرش روزگار سگ تیر کرد. امروز که در یک کشور خوب رسیده، ای درس نمیخونه، ای تعلیم نمیکنه، ای پیشرفت نمیکنه، ای برعکس می روسپی شده. در کشوری که مثل استرالیا و باید از زبان دمی چند سال یاد میگرفت، پیشرفت میکرد، نه، اینی ایمان از یا کس پیسه است. و حال گریان میکنه، باز یک تعداد از بیناموسا میره در پلیس استاد میکنه. خیر است گریان نکو، تو اشتباه کردی. خب پدرنالت‌های بیناموسا، اگر خوار خودتان، مادر خودتان، شما خول اون نمیرین، اگر واقعا یعنی بیناموسی را پیش ببرین یا امو راه را انتخاب کنین، حال خود نسب را رفتین، 100% بیناموس شوین، امو زنتان خوار مادرتان در صفات مجازی بیارین، باز امو کمی کار کرد، باز بگو خیر است اشتباه کردی. حال خود شما خودتان گدایگری میکنن، اگر نام زن خوار مادرتان بگیره، باز غیرت 5000 ساله شما زنده میشه، شمشیر در دستان است، باز میگن اگر خوارم ای کار کنه من خود سرش میزنم، اگر مادرم ای کار کنه سرش میزنم، اگر زنم ای کار کنه سرش میزنم. شما خود باز غیرتی میشین. در عین زمان باز خودتان میرین که زمین فاحشا گیم میزنین، خودتان سر زمین فاحشا تجارت میکنین، باز دست بالا میکنین که جانم، که جیگرم، که کینگ هستی، که شاستی، که قربان هستی، که شوی خوارت است، شوی مادرت است که برات گفت زده میره. خود شما خود هیچ غیرت ندارین. به نام مردانگی اصلا از کوچه مردانگی تیر نشدین. نر مادیتان بیناموسی را شروع کردین، نر مادیتان تجارت شروع کردین، تجارت یعنی مردگوی را شروع کردین. هیچ شرم و حیا ندارین. زن ربی رسه که خوشی از صبح تا شام در گیم، و دیگه لنگک از صبح تا شام در گیم، گیتی افشار از صبح تا شام در گیم. کدام شما را دم بگه بعد پدر ذاتتان نالد؟ شما خیلی شرم و حیا ندارین. از صبح تا شب، از شب تا صبح شیشتین گدایی کدام میرین، باز خود ملکه و خود پرنس و خود کوین اینان میگن، بعد پدر شما ور کوین نالد، بعد پدر شما ور پرنس نالد، با ذات شما ور ملکه لعنت که کلتون آمدین گدایگر شدین. ملکه و کوین و پرنسس اینا خو گدایگر نمی باشه. شما خو نام زن افغان زیر پای کردین، نام دختر افغان زیر پای کردین، نام مرد افغان زیر پای کردین. سمسی در پیشانیتون، در پیشانیتون نشته کنین که فاحشه و مردگه و گدایگر، که مردم بفهمه که ما زن افغان هستیم، ما ملکه هستم، ما 1 میلیون فالوور دارم. فالوور تا چی کنم؟ یک گدایگر هستی، از صبح تا شام ششتی که نفر برات گفت بزنه. گفت یعنی پیسه. یک تن فروش هستی. اگر تو نرستی یا ماده هستی، هر دوی تان تن فروش هستین. به خاطر که وجدان شما خو است. عزت آبرو رفته است پیشتان، عزت نفستان به فروش ماندین به خاطر پول. اصلا نه خو دارین، نه زندگی دارین، نه آرامش دارین. با شمول از اینمی زن فاحشی روسپی کدشوی خود که 20 رقم فسق و فساد و گیم بازی کرد، کلیتان خنده کردن، رونا والا بسیار جالب است، گپای بسیار خوب میزنه، خنده میته، ما را ساعت ما را تیر میکنه. نه ساعت تون تیر کرد، فیلم لچش برآمد. اگه سبارس فیلم دختر تو برای، فیلم زن تو، فیلم خوار تو برای، باز خنده میکنی؟ خنده میکنی؟ نمیکنی. نه ملکارون که از قلب و دلش برای مردم، برای وطن خود میسوزه، که شما بیناموسا چی حال انداختین یک تعدادتان. شما چرا درباره همین کشور همسایه وقتی که من گپ میزدم، آقای ملک تو کی قدر دخترا را کدام دختر کلش زن است، با کرخ نیست. آقای ملک تو دخترا رقم زشت میگی، بعد رد میگی. این کشور همسایه اگر ویدیو خودت ببینه برای ما چی خود گفت. آل بیننی خب بیناموسا، خب بیننی حالا خب فیلمای لچ برآمد، حالا همسایه چی میگه؟ فیلم خدیجه و مزمل برآمدنه، خب حالا همسایه چی میگه؟ چرا صدا بلند نمیکنین؟ آلی کنچینی پدرنالت آمده گریان میکنه و میگه که مردم در حق ما ظلم میکنه، مردم در حق تو ظلم نمیکنه. تو کنچینی پدرنالت روسپی در حق خود، در حق اولادت، در حق فامیلت، هم کسایی که تو را عاق کرده، در حق قوم خیشت ظلم کردی. به خاطر چی؟ به خاطر گفت. حالا من بر شما ویدیو را نشان میدم، شما سفر را لایک کنین و شیر کنین. یک زن پیر پدرنالت چملک که تاریخش تیر شده، نه جسم داره، نه قواره داره، نه اندام داره، نه سواد داره، آمده خالگک شیشته کلان زن کنو خدا بالا میکنه، این طرف ملاق بزن، اون طرف ملاق بزن. ای بمو پدر ذاتتون لعنت، ای بمو مادرتون لعنت، بمو شیر دادنی والایتون لعنت که تو را تربیه نداده، که تو نام مردم افغانستان زیر پای کردی. من که 2 سال پیش ایره که میکوبیدم، گریانایش میبرامد، باز میگفت ملکارون مرا بیاب میکنه.
ملک هارون تو را خوب میکرد که بیابت میکرد، تو کنچینی را میفهموند که اصلاح شو، اما تو پدرنالت اصلا گپ گوش نمیکردی. گیرانایت برآمد، اینمی مردگوا در پولیت آمد که ما خیر چیز گپ نیست، ما در پولیت استاد هستیم. حالا ما براتون ویدیو ازی پدرنالت کنچینی را براتون نشان میتم. سعی کنین تا وقتی که گیم میزنه چادر درک نداره، یخنش لوچ است، حتی کون خدا بالا میکنه، خشتک خدا برای گفتر نشان میده و باز میگه که ما جزایی رفتیم. خو یک سوال، هر کنچینی فاحشه که گیم میزنه جزایی، او دیگه او یک زن هندوی پدرنالت که است میگه من تخم زیر کون خود میمانم، تخم در سر خود میدا میکنم، من گدایگر هستم، خدا به عزت و بیابرو میکنه. باز وقتی گپ آمد من دختر افغان هستم، من زن افغان هستم، دختر یا زن افغان می رقم میباشه پدرنالت ها. حالا ما ویدیو رو براتون پلی میکنم، شما ببینید دو دانه جنده است که من شو اعصابم سر از جا خراب است. دو دانه فاحشه یا دو دانه روسپی تنفروش، حالا که گپ در بیزتی آمده، شما ببینید که یا چقدر چالاک هستن. اکثریت مردم چیزا رو متوجه نمیشه. فیلم های از جا یعنی اینم قدر مانده کنم چه میگه شرمگاه خود برای ما نشان بده. باز وقتی که یا گیر میان به عزت بیابرو میشن، باز زوده که در چادرها را سر خود مندازن، یخناشون پد که میگه با خدا این زن افغان، این دختر افغان. شما ببینید آل یا گیم بازی میکنه با احساسات مردم. اما هر کسی وقت گرفته خدا لعنت کنه. خوش آمدین. متوجه هستن چادرها بهار یک زنه که بده ما سینه خودن تا دورک میته و یک سینه‌بند میباشه و یک نیکرک کوتاه میباشه. این کنچینی ماچخر آلی سر خود پد کرده، لباسای خوب منظم پوشیده، این دیگه هم در سر خود چادر انداخته گریان میکنه. این سایکولوژیست، این روانشناسی است که چه رقم در دل شما، در فکر شما داخل شوه و شما را نرم بسازه که ببین ما بسیار زنای مظلوم هستیم، زنای معصوم هستیم، در حق ما ظلم شده. خود تو وقتی که در داخل خانت که گیم باخته بودی که ملاق میزدی، کونت بالا میکردی، خشتکت نشان میدادی، او وقت چادرت کجا بود؟ او وقت عزت آبروی تو کجا بود؟ و این کنچینی دیگه بهار فاحشه که هزار رقم یعنی پدرنالتی میکنه، یا مال چادر پوشیده. فریب نخورین. رونا خیر است که کل مردم میفهمن که یک اشتباه بوده، اونایی که تو را آزار میدن دشمنت هستن. اگه نه مردمی که عاقل هستن، هوشیار هستن، میفهمن که یک اشتباه بوده. همونجا که همین اتفاق افتاد، یکی به من قصه کرد، تلفن بودم امروز یکی از دوستای خود گفتم تا یک چیز شده، به خودم از یادم رفته بود، امروز باز از زبان خودش شنیدم. این یک چیز اتفاق است. بله یک چیز اتفاق است. اصلا تو نمیخواستی که در پیشروی کامرت لباسای تا بکشی. من هم یک برنامه ساز هستم، من خود تیک تاکر نمیگم. تیک تاکر کسی است که مردم سات شتیر میکنه. من یک مبارز هستم، یک الگو هستم، یک رهبر هستم. اما یا چی میگن، یک اتفاق است. من وقتی که لایف ختم میشه، من بخی تلفن خود گوشه میمونم، میرم لباسای خود تبدیل میکنم. تو چرا وقتی که لایفت روشن باشه و تو هزارا برنامه لایف داشته باشی، باز تو چی کنی در پیشروی لایف و خوب متسایلم کنی، سرت پایین کنی، باز لباسای تا بکشی. یعنی کدام نفری کار میکنه؟ ام بهار یک زن فاحشه روسپی طلاقی پدرنالت است، ام رونا آل آمدن چادرکار انداختن و لباسای منظم پوشیده. نه من دیدم، من بخی از یادم رفته بود. حالا توی گپ گفتی در یادم اومد. این خو یک اتفاق است، یک اکسیدنت است، یک دفعه یک گپ شد. این کدام گپ کلان نیست، گپ کلان نیست. زنکه جانش لوچ شد، بدبی ما سینا و شکم و کل جانش مردم فکر عکس گرفت و فیلم گرفت، در تیک تاک تیت شد. تو میگی که کدام گپ کلان نیست؟ یعنی برای یک زن دیگه چی مان؟ یک زنی که صاحب 4 اولاد باشه، شوهر، خوشو، خسار، ننو، از این آن، یعنی 100 نفر که زود یک رابطه بند است، فیلم لوچش یا عکسای لوچش مبره، بده میاف سیناش کشال و شما میگن که کدام گپ نیست؟ من نمیفهم که شما چقدر روشن فکر هستین یا آزاد اندیش هستین که اصلا چیزا برای شما مهم نیست. باز چادر انداخته، یعنی حالا که تو چادر انداختی چی فایده؟ حالا که تو لباسای منظم پوشیدی چی فایده؟ ما شما یک مثل نداریم عامیانه است، مرا ببخشین، میگه بعد از گو زدن 4 زانو زدن فایده نداره. آدم پیش از پیش متوجه میباشه که من کار نکنم که خدای نخواسته باعث بی‌عزتی و بی‌آبرویی من نشوه.
حالا تو چی میکنی؟ این مال کرونا 100 رقم حتی کمپل هم سر خود پرت و وقت مردم دید این مال عکسش ویدیوش در تلفنم است. خیلی بر رونا چی مان؟ عالم لکا دلار که تو جمع کنی بر تو چی مان؟ به خاطر که انتخاب شخصیت بود. من همیشه میگم هر زن یا مرد که در صفحات مجازی هر کاری که میکنی کار زور نیست، انتخاب شخصیش است. سوار اگر به عزت میشی، در بین جامعه قدر پیدا میکنی، مردم برات احترام میکنن یا مردم لطت میکنن، تمامش انتخاب شخصی خودت است. باید از خودت بفهمی که در زندگیت چی را انتخاب کردی و کانسیکوئنسز، یعنی هر عمل ما یک عکس العمل داره، عکس العمل مردم در مقابل تو چی میباشه. تو اینمی کار کردی، در پیشروی تلفن، در برنامه لایف لباسایت از جانت کشیدی، خود از سکس کردی، برای گفترت کردی، برای کدام کس دیگه نکردی. اول در جان مردم نزن، در چشم مردم نزن که اشتباه شد. نه، خودت قصدن اینمی کار کردی، میخواستی که جسم گنده تا نشان بدی. اما چیزی که ملک هارون 1 سال پیش قسم خورد، کلمات کرد که یک روز فیلم رونا مبره. ببین فیلم رونا برآمد. یعنی چندین بار ما پیش بینی کردیم، تمامش به حقیقت تبدیل شده. آیا کدام کس در صفحات مجازی مثل ما است که به یک پیش بینی کنه و بعد از یک مدت زمان به حقیقت تبدیل شود؟ نه خیر. کنگتان، مبارزتان یکی است. ما دشمن شما نیستم، اینمی الان باور کن که در بیزتی از ما خوش نیستم، اما من میگم که خوب شد که می کار شد. چرا؟ به خاطر از اینکه بعد دیگه کنچینیا یک درس باشه، یک پند باشه. شمایی که میاین از صبح تا شام میشینین یا از شب تا صبح میشینین گیم میزنین، امکان داره که با گفته یک دفعه خسته باشی، فکرت نباشه، اما تو طرف کده کالا را بکشی در پیشروی تلفنت و با کلگی نشان بدی جسم گندیت. یا قصدن یا اشتباهن، فرق نمیکنه. در هر دو حالت به نقص خود تمام میشه. باز تکرار میکنم، قصدن یا اشتباهن. وقتی که لباس در پیشروی کامرت یا در پیشروی تلفنت کشیدی، به ضرر خودت تمام میشه. بی عزت میشی، بی آبرو میشی. او فیلم ها و عکس ها تا که زنده استی دیگه در دست تو نمیاد و در تلفن های مردم است و ثبت میشه. با اولادت، با شوهرت، با فامیلت یک لکه بدنامی جور میشه. باعث یک زن تو رو دیگه باید ما در صفحات مجازی نبینیم. تو باید از رنگ گنده و مردارت بخی دیگه گم کنی که مردم پشتو بگرده دیگه رونا را نیافه. اگر تو غیرت داشته باشی، اگر اون میگه که غیرت تنها برای مرد نیست، راست میگن، غیرت برای زن و مرد است. بیاین کمی ببینیم، یک تجربه کنیم که واقعا امیرونای کنچینی روسپی غیرت داره که خود صفحات مجازی گم کنه دیگه چهره خود به ما نشان نده، به خاطر که دیگه حتی بیادبی ما سینه‌اش مردم دید، شکمش دید، جسمش کل جایش دید، چی مان برازی قسم. آیا می کار کردم میتونم؟ نه، هنوزم در صفحات مجازی می باشه. ویدیوی بعدی که براتون پلی میکنم که از میراث که ببین این برای گفتر خود گریان میکنه، یعنی یک نفر به پدر خود گریان نمیکنه، به مادر خود گریان نمیکنه، به کشور خود گریان نمیکنه، به دخترای سرزمین خود گریان نمیکنه. افغانایی که در ترکیه و ایران و در خود افغانستان به قتل میرسه گریان نمیکنه، به گفتر گریان میکنه. گفتر یعنی کسی که بر از جا پول میته. من میگم کسی که نان میته، فرمان میته. هر گفتری که به هر زن یا مردی که زن مرد میم، هر گفتری که به هر نر و به هر ماده که پول روان میکنه فرمان میته. والله که خدا هر چیز فکر کنه برش میگه که اینی روز بعد سینی کار کنی، بازو میگه جانم هستی، یا کون خدا لچ میکنه، یا خوار مادر خدا پیش میکنه، یا یک ماده دیگر از تیک تاک پیدا میکنه پیش میکنه، سرزو مردگی میکنه. و این دخترها که زناستن دیگه، من میم دختر، این زنایی که در صفحات مجازی که گیم میزنه، اینا خودشون بعد از یک مدت زمان میره بیادبی ما زیر لنگ گفتر خواه میشه، به خاطر که کسی که نان میته فرمان میته، کسی که گفت میته اداره و کنترل تو دست از او است. ببینن کالی چطور گریان میکنه. لکن دیگه گفتر پیدا نمیکنه. خدا بکشم مثل از او دیگه گفتر پیدا کردن نمیتونم. میتونم چرا اگه شخصی برم، اگه تن فروشی کنم و که زیاد است، اما بدون از اون بدون مطلب به من کیف میزد پیدا کردن نمیتونم. او رخ میفهمم بدون تن فروشی ها که زیاد است. گریان از برای از اون نفر است؟ نه، گریان از برای جیب از اون نفر است. اون نفر برای من گفت میزد، تو یک گفتر بود که دیگه تاله چو رقم گفتر در گیرم نامد، مچم چی شدش، از پیشم رفت کسی دیگه بردش. خب گفتر چی بود؟ بر تو پول روان میکرد، یعنی پول از رو خوش داشتی، خودش خوش نداشتی. و میگه اگر من در شخصی برم زیاد است، تو خودت کنچینی نفر در داخل خانه تا آوردی در برنامه لایف زنا کردی،
صدا و چونگست بر آمد، نفر بدبیموف در پایین حواله بود، تو از بالا سر صدا را انداخته بودی، کامریتم روشن، زنا کردی. کدام دیگه چی ماند؟ کدام شخصی؟ آیا شما مانای شخصی را میفهمین؟ نفر در داخل خانیت میری، خود سرش مشتمال میکنی، دیگه شخصی خود چیز نماند جانم. شما خود کلتان رسپی هستین، تن فروش هستین. یعنی میرا چندین بار نفر داخل خانه خود آورد، در برنامه لایف خودم روشن میکنه، نفر میگه مرا مشتمال کن، که یکیش زنا کرد. بازی فریدا سادات که با یک مردگاو تبدیل شده که تاریخش تیر شده، ایره کس نمیخواه. ولی راست میگی، از دل پاک گفت میزد. از دل پاک. یعنی وقتی که یک مرد برای یک مرد میم فکر که یک دیوس، یک بیناموس برای یک روسپی پول میته، میگه که با دل پاک. با این معناست که یک زن که یک مرد خوشه و برش بگه من از دل پاک که تو خو میشم، از دل پاک که تو خو میشم، یا از دل پاک بر تو ماچ میتم، این خود امکانات نداره. وقتی که تو که یک نفر بغل بغل شدی، ماچ کردی و عشق کردی، خود که دل پاک نیست. اونجا موضوع شهوت است، اونجا یک رابطه است، یک احساس است. وقتی که نکاح نیست، ملا درک نداره، موضوعات شرعی و اسلامی وجود نداره، کدام خواستگاری درک نداره، تو در بغل مرد خودم اندازی و که تو زنا میکنه و مشتمال میکنه، باز تو میگی که والا از دل پاک. کدام دل پاک؟ تو یک تن فروش و یک دیوس یا یک مردگاو، هر دویتان جرمین، یکی پیسه میده، یکی جسم مفروشه. اینجا یک ترانزکشن میگه در دنیای تجارت، یک داده گرفت صورت میگیره. قوارض مردار را سعی کنین. पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो یا خب فلتر استفاده میکنه، میکاپ. در زندگی واقعی آره که ببینی استفراغت می آنقدر یا بدرنگ هستن. سعی کنم میگم که هر زنی که در تیک تاک رقص بازی میکنه یک فحاش است، یک روسپیست. به خاطر که در گذشته حتی در مفلا اگر یک زن افغان یا دختر افغان میفتی بخ برقص، اگر در اوج مردمی بود شرمش میمد که ما چطور بر خود اجازه بدم که پیش روی مردای نامحرم، مرا فامیلم چی میگه، برادرم چی میگه، قوم خویشم چی میگه، که ما پیش مردای نامحرم برقصم. اما آنقدر بی‌حیایی زیاد شده که اینا در داخل خانه خود چشتن و تو فکر میکنن که اگه ما برقصیم ما را کس نمیبینه. شما روسپیا برای مرد با هزاران مرد، شما رسپا پیش روی هزارا یا بگم بلکا مردا شما میرقصین، شما جنده هاستین. ببینین اگر شما عزت آبرو میداشتین همین کارا میکردین. این همه قدر است که در پای از یا زنگ جامعه بسته کنی، فقط بگی برقص دیگه. یعنی چی در پیشروی ما برقصی، چی از طریق تیک تاک مطلب ببینم. رقص دیدم یک تعداد از کسایی از که حتی لباسای بسیار، یعنی که در زیر ما بگیم در زیر خانه، یعنی در داخل خانه یا در وقت مثلا کسایی که در لباس خوابشان میباشه اونها را میپوشن، میان و تو فکر میکنن که آره از تیک تاک نمیبینه. خب بعد حالت تو وقتی که ویدیو را نشر میکنی کلگی میبینه، سامانای تا پایین تا بالای تا کلش خودت به مردم نشان میدی. تو دیگه عزت آبرو نداری. صبر از اگمت رو در یک جای ببینم، باز تو برای من خودت یک دخترک یا زنک با عزت آبرو نشان میدی. ما در دنیای واقعی برات میگم او کنچینی سر زیر تو کلگی دیده تا اینجا خود برای ما یک زن یا یک دختر خوب معرفی میکنی. تو یک روسپی بودی، یک روسپی هستی. اینجا برای ما اکتای دخترای یا زنای خوب نکن. بیا دیگه شو ببینم. او رو با دجال ما تو مزدن که گویا که من کسی بودیم یا تو گپو یک تومتای ناق در جانم دور شدن. آنچه که من میگم همین کسی که میگه همین لاقل بگو برش که همین ثبوت بیار بری من. اما رو تو نشان بده روزی 10,000 ویدیو رو در جای لایف نشان میده. این حالا میگه ثبوت. این حالا روناتو مرا بگو که من همین فیلم تا نشان بدم، همین عکس تا نشان بدم که عکست لچس که تو ثبوت میگی. این پیش از این بود که فیلمش و عکسش برای میگه شما که سر ما تومت میکنین که رونا کده گفتار خود جور است، برای ما ثبوت نشان بدین. اینمی کنچینی نبود که گفت ما شماره واتساپ گفتارهای خود دارم کدشان قسم میکنم، گپای خراب نمیزنم کدشان قسم میکنم. خود تو یک زن شوهردار، یک زنی که صاحب 4 طفل است، تو که یک مرد نامحرم قصه چی را میکنی؟ خب بگو که ما بفهمیم. یعنی ساعت 12 یک بشه که مرد بر تو زنگ میزنه، تو که یک مرد نامحرم قصه چی را میکنی؟ خب عزیز
معلوم دار است که تو قصه سکس میکنی و اگر این موضوع سکس نمی بود حالا چطور خیلی فیلمت برآمد؟ حالا چطور ثبوت تا بکشیم؟ سعی کالا گریانه من داری دور اکسای مرد نشون میفوق خیلی زیاد درد داره اولاد با چیزی که نامی اولاد همه در لایف خود بگیرن هر کسی که میگم مثل ما اولادی مریض داره برید پرسای کن بگرن ما چرا گریه میکنن ما میگم دفعه یعنی از امو درده که وطن خدا دوست دارم، هموطن خدا دوست دارم و میبینم که اقتدار محدود چقدر کارهای بد زشت میکنه. ما باز یعنی کمک زره اگر هم تامیانه بگم با یک آدم ظالم تبدیل میشم. مردم میگن نکن ملک صاحب اولاداش چی گناه داره. من میگم اگر میخواین که یک نفر درد نشان بتین، چیزی که بر از اون مهم است، چیزی که بر از اون در زندگیش یک جایگاه خاص داره، امور بدوا کنین. میفهمم که برای هر مادر یا بگم برای اکثریت مادرها اولادایش توته جگرش است. این زنی که به اولاد خود دل نمیسوزانه ولی گریان میکنه، از اولادای خود استفاده میکنه، از چادر استفاده میکنه. شما میگن نمیگن؟ من میگم هر زنی که باعث بی‌عزتی و بی‌آبرویی مردم افغانستان میشه، در صفحات مجازی میاد گیم میزنه، فحاشی میکنه، رسپیگری میکنه، خداوند توته جگرش در پیش روش مثل مرغ واره جور کنه که شتنک بزنه و بمره. اینمی اولادای رونا را میگن پیش روی شتنک بزنه بمره که تا این کنچنی فاحشه درد مردم بفهمه که چقدر به مردم ما ضربه میرسونه، دلای مردم درد داده با این رسپیگری خود. شما باید از این اساس تا چوین آمین بگین. یا کس در داخل خانه های ما از طریق اینترنت و از طریق تیک تاک میاد دختر و بچه و زن ما را بدرام میسازه، مرد ما را بدرام میسازه. شما کار کنین در حق از اینکه توته جگرش پیش روش کباب شوه، لاشش بفته که اینا درد ما شما را بفهمه. اینا خب به خاطر پول همی کار میکنه. اگر کدام مجبوریت دیگه می بود اینا را درک میکردیم. نه، این فاحشه رسپی کال عشق میریزانه، سر از دل نسوزانین. و کسانی که امثال عزیز به سر هیچ کدام از دل نسوزانین، اینایی که سر اولاد خود دل نمیسوزانه، ما چرا سر اولاد از دل بسوزانیم؟ عکس اولادش شخصیش یا چیزای شخصیش ما بالا نمیکنیم، دعا میکنیم که خداوند توته جگرش پیش روش در بته، پیش روی شتنک بزنه تا این فاحشه رسپی درد مردم بفهمه که چقدر بی‌عزتی و بی‌آبرویی میکنه. سعی کنین فحاشی دیگه شه. من همیشه میگم که مردی که ضعیف بود زنش از او یک خر جور میکنه. یعنی امیر کدام مردانگی، یعنی در شانش مردانگی نیست، اندام درست نداره، قواره نداره، اخلاق نداره، مفکوره درست نداره، تعلیم نداره، اصلا در جمع مرد حساب نمیشه، فقط یک نرک است. سر اونمو نرک یا خرک بگم امو چی میگه، امو چیزی که در سرش میمانه پلوان میگم یا چی میگه، پالان اما پالان سرش میمانه و سرش بار کده میره، گاهی سر زورش خند میزنه، گاهی ماچ میکنه، گاهی در سرش میزنه، گاهی چپیش میکنه. یک زنه که شوهر خود در پیشروی مردم چپه کرد، لنگش بالا کرد، من میگم بر از اون نر مرگ خوب است. باور کنن که مرگ پرده است بر انسان. یعنی بر از می پدرنالت امیر که است، بر از این مرگ پرده است. نه در جمع مرد ما حساب کردن میتونیم، حتی در جمع نر هم حساب کردن نمیتونیم. از اون نرگری خودم پایین رفته که زن شیره در پیشروی مردم او لایف بوده یا برنامه ثبت شده، در داخل خانه خود چپیش میکنه، لنگش بالا میکنه و این بی غیرت و بی ناموس خنده کده میره و خوش است که والا من یک زنک دارم، یک چند تا اولاد دارم. بعد پدر تو واره نر نالد، بعد پدر تو واره آدم لند، یعنی سر تو واره آدم از زدن است. زنده بودن تو هیچ فایده نداره. تو واره که یک آدم مردگو بود، بی غیرت بود، اصلا در جامعه ما شما نیاز نیست به این رقم آدم. به خاطر که نام مرد بد میکنی، نام نر بد میکنی، تو را زن در پیشنی مردم چپا میکنه، لایف یا ویدیو میگیره، بازور به نشر میرسانه. یعنی بر تو چی مان وقتی که مرد رهبری خانه خود به دوش خود گرفته نتونست، نفقه فامیل خود آورده نتونست، حفاظت از فامیل خود کرده نتونست، رهبری فامیل به دست یک مرد نبود،
یک تعداد از زنا روزگار مرد خود نمی رقم جور میکنه، پیشروی مردم رو به عزت بی آبرو میسازه. این کل پدرنالت. ببینین وقتی که فکر میکنم در ترکیه بود، ببین قواره مردار از این کنچینی را. یعنی در وقت یک زن پیرکی بود، حال آمده فیلتر استفاده میکنه. ببین که هر کسی که لایف میره چی میگه. امیر جانت خودم او چی است بیادر کن خودم سامانش کار میته تو یک قدم میتونه نمیتونه. ببین یک کونی بچه، یک رقاصه مشتبه در لایف برازی میگه او شوهر تو چه قسم است، بیادمی ما فعالیت تناسلیش سامانش مچم کار میتونه نمیتونه، تو را یک قدم میتونه یا نمیتونه. یعنی یک زن چطور میتونه که در یک برنامه امرای امیر رقم یک نرخر باشه، یک رقاصه باشه و برازو اجازه بده که اینقدر توهین تحقیر کندش که تو را یک قدم میتونه یا نمیتونه. چرا در اونجا شیشته؟ به خاطر که موضوع پول است. اگر در گیم زدن در تیک تاک پول نمید، به خدا که شما یک از جنده ها را میدیدین، تیک تاک خالی می بود. یعنی این در شرمگاهش رسید که تو را شوهرت یک قدم میتونه یا نمیتونه. بازی چی میگه؟ میگه اگر میخوای تو بیا که امیر تو را میخ کنه، یعنی مرا یخ کرد تو را میخ کرد. امیر چی است؟ او که طرفش میبینی اصلا، یعنی حتی زنم گفته نمیدونی، زنم از او که در غیرتش یا منرژیش بالاتر است، او بیچاره بخی فیصله است. یعنی تو چرا که یک آدم گپای چتی بگی؟ به خاطر که در ذات از جاست. رونا از اول امیر رقم یک روسپی بود، این روسپی نشده، این در ذات از امیر رقم بوده. سعی کنین این ویدیو رو که براتون نشان میتم. هموطنان عزیز ببینین، خودتان قضاوت کنین. روناست. حالی چرا کونو خدا بالا میکنه؟ چرا ملاک میزنه؟ به خاطر که گیم باخته جزایی. گیم چی است؟ پیسه. یعنی این زن خب پیشتر چادر در سر خود انداخته بود، گریان میکرد، میگفت خدایا این تیک تاکرها در حق می کار کرده، ظلم شده، ستم شده. حالا اینجا خب کس ارزی ظلم و ستم نکرده. حالا تو چرا کونو تا بالا کنی؟ چرا ملاک بزنی؟ گفته هموطن ما ضرب دو. حالا نبیبی اینی رونا بود که بالا میکرد کونو خدا ملاک میزد. اما کسایی که از دفاع میکنن میگه اشتباه شده، خب بیاین بگین شما نرا که دفاع میکنن، شما خوار مادرتون نمیرین که میره رقم کونو خدا بالا کنه ملاک بزنه؟ اگر شما نمیکنن، با چطور رقم زنای فحاش روسپی را حمایت میکنن که خیر از کدام گپ نیست، یک اشتباه شده. هموطنان عزیز، این جای شرمندگی است، این جای افسوس است که یک زن با احساسات شما بازی میکنه، یک زن بیسواد، یک زن قشلاقی، یک زن بویگین، یک زن روسپی، یک زن فحاش و با اشکای تمسا مانند خود شما را فریب میده. ما ویدیو نشر کردیم، اگر ویدیو من ندین برین ویدیو را ببینین که موضوع برنامه را به درستی بفهمین. ما بخش میمانا را باز میکنم، شما بالا بین. نمیخوایم دو نفر دیگه از اون مورد صحبت کنم، شاید که 2-3 ساعت دیگر را در بر بگیره، اما کوشش میکنم که برای فعلا همین موضوع را نگاه کنیم. دوستان عزیز، اگر شما سوال، پیشنهاد، انتقاد، کدام گفتنی دارین، میتونین که درخواست روان کنین، من شما را بالا میارم. از شما خواهش میکنم که گوش کنین که من چی میگم. بالا که آمدین، اولین کاری که میکنین مایکتان رو بسته کنین که مزاحمت ایجاد نکنه. دوم دیگه منتظر نوبتتان باشین. در بین صحبت‌های مهمانا لطفاً مداخله نکنین، باز اگر نه شما رو پایین مندازم، بار دوم بر شما چانس داده نمیشه. سوم وقتی که بالا من و لایک امرای ما مخالفم باشین
یا اختلاف نظر داشته باشین یا احساساتی هستین یا قهر هستین، هر چیزی که است، کوشش کنین که همون گپتان به طریقه درست در داخل چوکات ادب برسانین. کار نکنین که خدای نخواسته بی عزتی و بی آبرویی فامیلتان شود، به خاطر که وقت شما جمعین از فامیلتان نمایندگی میکنین.